سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. اینجا چنل منه و قراره که با هم دیگه کلی آموزش نرم افزار الستریتور، فتوشاپ و نرم افزارهای طراحی دیگر رو با هم دیگه یاد بگیریم. میریم سراغ ادامه ابزارها. تا قسمت روتیت و اینا رو با هم دیگه تمرین کردیم. حالا میرسیم به ابزار در واقع پاک کنمون. میخوایم ببینیم کاربردش چیه و با هم دیگه ببینیم چه فرقی داره با حالا پاک کنهای فتوشاپ. مثلا اگر بخوایم ما ببینیم روی این اعمال میشه یا نه. با حروف ج و چ کیبوردتون، ج و چ فارسی کیبوردتون میتونید در واقع توی نرم افزارهای فتوشاپ یا الستریتور اندازه قلمتون رو تغییر بدید. کوچیک رو یعنی بزرگش کنید. الان نگاه کنید، من کوچیک و بزرگش میکنم و یک فرم حالا اینجوری براتون در واقع میکشم تا ببینید. پاک کنه الستریتور مثل فتوشاپ نیست. در واقع یک سری کاربردش اینه که انتخاب میکنیم سطحمون رو، حالا پاک کنم رو انتخاب میکنیم و یک حالا سطحی میکشیم. میبینید به این صورت پاک میکنه، در واقع انگار یک شیپ یا حالا در بردیم ازش. یا میتونیم و اگر دقت کرده باشید میبینید که یک سعی میکنه، من هر چقدر کج و کوله میکشم سعی میکنه که یک نرمی در واقع به خطوط بده. خب حالا میریم سراغ ابزار بعدیمون که در واقع زیر مجموعه همون ابزار پاک کنمون هست. یه گزینه انتخاب میکنیم. این ابزار کارکردش به این صورته که شما نقاطی رو که میبینید به رنگ آبی، این نقاط رو حالا که میتونه روی اشکال دیگه چند تا باشه، میتونیم که در واقع دو تا نقطه، یعنی یک نقطه اینجا و یک نقطه اینجا رو انتخاب کنیم. الان ما بریم روی ابزار موومون و میبینید که اینو در واقع به دو تا شکل، دو تا قسمت تقسیم کرده، کات کرده حالا و این رو گفتیم. حالا میریم سراغ در واقع ابزار بعدیمون. امروز ابزارها چون در واقع خیلی کوتاه هستن، میخوام که چند تا ابزار رو با هم دیگه آموزش بدیم. مثلا ابزار بعدیمون اینه که ما مثلا دو تا شکل، حالا سه تا حالا شکل این مدلی داریم. رنگاشو عوض میکنم، این رو با هم ببینیم. انتخاب میکنیم و این ابزار رو میزنیم. این ابزار به تنهایی خودش چند تا کار انجام میده. نگاه کنید، اگر از بیرون بکشم اینو کات میکنه، یعنی نگاه کنید این قسمت رو جدا کرد. میبینید به خود همین مربع رو به چند قسمت تقسیم کرد، به دو قسمت تقسیم کرد. یک خودش که بیرون بود و یه لایه‌ای که در واقع میمونه زیر این. میبینید؟ حالا اگر ما اینا رو دوباره انتخاب کنیم، روی گزینه بزنیم، اینا رو با هم دیگه از داخل بکشیم، میبینید اینا رو با هم دیگه مرج کرد. این شد در واقع شکل ما. اگر همش رو با هم دیگه سلکت بکنیم دوباره و این رو انتخاب کنیم و این رو شروع کنیم به چرخوندن و دوباره این شکل رو به ما میده. اینم از ابزار در واقع امروزمون. حالا میمونه ابزار گرادینت که در واقع توی جلسه های بعدی توی ویدیوهای دیگه بهتون آموزش میدم. امیدوارم این آموزش براتون مفید باشه و کانال منو حتما سابسکرایب بکنید. ممنون که تماشا کردید. مرسی، تشکر.